سلام بیننده گرامی و روز شما بخیر. روز گرم پنجشنبه دوم اوگوست تایری سفر هستم و تا چند دقیقه دیگر در نوید بامدادی رادیو آزادی همراه شما. برنامه مثل هر روز در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب مستقیم نشر می شود و امیدوارم حالا با ما هستید و اگر دوستانتون خبر نداشته باشند لطفاً آنها را هم دعوت کنید و شروع میکنیم از تحولات دیگری وابسته به فاجعه و سیاحان خارجی در تاجیکستان. وزارت امور خارجه ایران گفت که نعمت الله امامزاده سفیر تاجیکستان در تهران را به این وزارت دعوت کردند و گفتند که اعتراض حکومت ایران را به دولت تاجیکستان برساند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است ادعای دولت تاجیکستان در رابطه با ارتباط داشتن ایران به حمله به سیاحان خارجی در دنقره بی اساس و دروغ است. وزارت امور داخلی تاجیکستان از این پیشتر گفت که بعضی از آنهایی که در کشتار 4 سیاح خارجی و آسیب دیدن 3 نفر دیگری آنها در دنقره دست داشتند در ایران تحصیل کرده و شیوه‌های خرابکاری آموختند. بهرام قاسمی گفته است که بعد سفیر تاجیکستان توضیح دادند دادن ادرس غلط سبب تشویق تروریست‌های تکفیری برای تشدید اقدامات خشونتبار شده و موازات آن تلاش‌ها برای ایجاد تفریقه مذهبی و تبلیغ آن از طرف بعضی از محافل و اشخاص دینی و رسانه‌ای نتیجه جز ایجاد تنش، ناامنی و افزایش اقدامات تروریستی برای تاجیکستان نخواهد داشت. این پایان اقتباس است و آنگونه که خودتان هم میدانید روز 29 ایول یک گروه از جوانان به 6 سیاح خارجی در دنقره حمله کردند و 4 نفر از آنها را کشتند و از جمله 2 شهروند امریکا را. بعداً گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت این حمله را برداشت گرفت و ویدیو را هم نشر کرد که در آن 5 نفر از حمله‌وران به رهبری داعش سوگند وفاداری می‌دهند و در همین حال سفارت روسیه در دوشنبه به شهروندان روسیه هشدار داده است که در تاجیکستان عملیات برای بازداشت افراد متهم به عملیات تروریستی ادامه دارد و برای همین آنها باید هنگام سفر در تاجیکستان احتیاط کنند و به جایهای کم آدم و دوردست نروند. و خبر دیگر هم اندک به این خبر ما رابطه دارد در رابطه به جنگجویان داعش است و مقامات افغانستان گفتند که در عین زد و خوردهای سخت میان اعضای گروه دولت اسلامی و طالبان در ولایت جوزجان 10 جنگجوی داعش به نیروهای دولتی افغانستان تسلیم شدند. رئیس پلیس ولایت جوزجان فقیر محمد جوزجانی به رادیو آزادی گفت که از 31 ایول تا به این روز در منطقه درزاب کمش 200 جنگجوی داعش تسلیم شدند. به قول همین منبع منطقه درزاب قرارگاه اساسی داعش در شمال افغانستان بود و بر اثر برخوردهای یک ماه اخیر آن به تصرف طالبان گذشت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که مردم منطقه از شکنجه داعش آزاد شدند و داعش تا به حال در این باره چیزی نگفته است. اما محمد اسماعیل رئیس پلیس ناحیه درزاب تصدیق کرد که جنگجویان داعش به نیروهای دولتی افغانستان تسلیم میشوند و به گفته مقامات فرمانده داعش در شمال افغانستان با نام مولوی حبیب الرحمن هم در بین تسلیم شدگان هست. و برمیگردیم به تاجیکستان و خبر دیگر در رابطه با یک گروه است که گویا قصد داشتند در تاجیکستان عملیات تروریستی انجام دهند. مقامات انتظامی تاجیکستان این گروه را برای تلاش با حمله تروریستی از جمله تلاش ترک کنیدن پایگاه 201 روسیه در خاک تاجیکستان گناهکار دانستند و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. در این باره کمیته امنیت ملی روز 31 ایول در یک برنامه تلویزیونی خبر داد و به گفته مقامات 10 عضو گروه افراطی می‌خواستند وضع را در تاجیکستان ناآرام کنند و همه آنها از 7 تا به 26 سالی تحمل در زندان محکوم شدند. در این باره در برنامه‌ای که در تلویزیون نشر شد چیزی نگفتند که این افراد کی دستگیر شدند، ولی همین معلوم است که حکم آنها را ماه ایون صادر کردند. و یک خبر دیگر این است که دادستانی کل تاجیکستان بازدید یکی از مفتشان سابق دادستانی با اتهام به هلاکت رساندن 2 جوان پرونده جنایی باز کرده است. عزت الله شمس الله زاده مفتش سابق دادستانی ناحیه خوالینگ به آن متهم می شود که در یک صدمه نقلیاتی در روز 14 ایول هنگام حرکت در راه به سمت خوالینگ 2 ساکن 33 و 35 ساله ناحیه واسه را به هلاکت رسانیده است. و
این خبر برای آنهای مهم است که بر تجارت ماشین مشغولند و می‌خواستند به تاجیکستان ماشین‌های کهنه استحصالشان تا سال 2005 را وارد کنند و واقعا چندین نفر به ما زنگ می‌زدند و می‌پرسیدند که ماشین‌های زیادی آوردند و نمی‌توانند وارد تاجیکستان کنند. خب حکومت تاجیکستان درخواست خدمات گمرک را که می‌خواست این صدها ماشین بند مانده در انبارها به طور استثنا برای فروش به تاجیکستان وارد کرده شوند رد کرده است. حکومت گفته است آنهایی که ماشین ها را آوردند می توانند در دیگر کشورها بفروشند و نه در داخل تاجیکستان. طوری معلوم از روز 15 فوریه صاحبان بیشتر از 1500 ماشین منتظر بودند که آنها را به کشور وارد میکنند و میفروشند و حکومت روز 15 فوریه بدون هیچ آگاهی واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را منع کرد و آنهایی که ماشین هایشان بند ماندند میگویند هنگام قبول قرار این ماشین ها را خریده بودند و به تاجیکستان می آوردند و باید حق داشته باشند که آنها را به کشور وارد کنند. و این خبری آخرین هست در برای استحصال ماشین در تاجیکستان. در دوشنبه در پایتخت تاجیکستان کارخانه تولید اتوبوس ها، ماشین های بارکش و میکرو اتوبوس ها ساخته می شود. فروخ همرعلی زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری روز 1 آگوست در نشست خبری در دوشنبه گفت که این کارخانه با جلب 20 میلیون دلار یک شرکت ترکی ساخته خواهد شد. در مرحله اول کارخانه سالیانه تا 200 اتوبوس تولید می کند و در مرحله دوم به استحصال ماشین های بارکش و میکرو اتوبوس ها شروع خواهد کرد. میکرو اتوبوس ها با تمغه مرسدس تولید می شوند و در آنها ساخته تاجیکستان نوشته خواهد شد. و بیننده عزیز و گرامی، نوید بامدادی رو اینجا به پایان میبریم و لطفاً ما را در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در جریان روز ویدیوهای دیگری هم خواهیم داشت، خبرهای تازه هم خواهیم گذاشت و اگر میخواهید بخونید میتونید به وبسایت azadi.org بروید. در آنجا هم خبر و گزارش ها را میگذاریم، ویدیو داریم، عکس داریم و همین گونه در فیسبوک هم صفحه داریم با نام رادیو آزادی. به صفحه اون دوستان ما بپیوندید، هر خبری تازه که اومد در آنجا نیست گذاشته می شود. اگر در ادنا کلاسنیک هستید اونجا گروه رادیو آزادی هست، عین خبرها رو میگذاریم و برنامه خبری رادیو آزادی رو هم میگذاریم و تا چند ساعت دیگر برنامه خبری ما شروع می شود. ساعت 1 به وقت پراگ، ساعت 4 وقت دوشنبه، ساعت 1 اگر در 2 در مسکو ما رو میتونید ببینید در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و همین گونه صفحه رادیو آزادی در اینترنت با نام azadi.org. و تشکر که تا این لحظه با ما بودید.